به نام خدا. حکایت دختر زیبای حاکم و گدایی که عاشق او شد و با او. در روزگاران گذشته حاکمی که از شهرها دختر زیبایی داشت که از همه دختران شهر زیباتر بود و خواستگاران زیادی داشت و بیشتر جوانان شهر خود را عاشق او می دانستند. در این فکر بودند که زندگی شرافتمندانه‌ای فراهم آورند و به خواستگاری دختر بروند. در آن ایام مرد گدایی بود که در شهر گدایی می کرد و در یک اتفاق دختر زیبای حاکم را دید و به او دل باخت و عاشق او شد و لحظه ای از فکر او بیرون نمی آمد. به دنبال دختر حاکم به راه افتاد و او را تعقیب کرد و خانه حاکم را پیدا کرد و خانه حاکم را در خاطرش نگه داشت. مرد گدا دیگر نمی توانست از آن کوچه به جای دیگری برود. او هر روز می رفت به آن کوچه و مقابل خانه حاکم می نشست و به آن چشم می دوخت. او منتظر بود که دختر حاکم بیرون بیاید و او را ببیند. بیچاره فکر می کرد که عاشق دختر حاکم شده است، در صورتی که هیچ گونه تناسبی با هم نداشتند. مرد گدا به همین خاطر می‌خواست در کوچه با دختر حاکم روبرو شود و بپرسد که آیا دختر هم به او علاقه دارد؟ او از اول صبح تا شب میرفت و میآمد و بیشتر در مقابل خانه میایستاد و یا در همانجا در روی زمین مینشست. وقتی که دختر از جلوی مرد گدا رد میشد میایستاد و چهار چشمی به او نگاه میکرد. مرد گدا میخواست بارها بهانه ای را پیدا کند و با دختر حاکم حرف بزند، ولی میترسید. در یکی از همان روزها بود که دختر حاکم به منظور گدا پی برد و از روی ترحم لبخندی به او زد. مرد گدا که خیلی ساده دل و زود باور بود گمان کرد که دختر حاکم با این لبخند به محبت او جواب مثبت داده. پس لبخند ترحم آمیز دختر حاکم هرگز از ذهن مرد گدا خارج نمیشد و هر روز محبتش نسبت به دختر حاکم بیشتر میشد و شب و روز در آرزوی ازدواج با دختر حاکم بود. مدتها گذشت و دختر حاکم حتی نگاهی هم به او نمی کرد و مرد گدا خیال می کرد به خاطر حفظ حیا به او نگاه نمی کند. مرد گدا آنقدر در آن کوچه رفت و آمد می کرد و در مقابل خانه حاکم می ایستاد و چشمش را به خانه می دوخت که کم کم مردم کوچه و محله به راز او پی بردند و این موضوع را به یکدیگر می گفتند تا بسیاری از اهالی آنجا از قضیه عاشق شدن گدا نسبت به دختر حاکم خبردار شدند. دختر حاکم که از عاشق شدن گدا به او خبردار شد با خود گفت اگر این جریان را به پدر و مادر خود نگوید بیشتر باعث آبروریزی او می شود. برای همین دختر از روی ناچاری موضوع را به اطلاع پدر و مادرش رساند. حاکم از این موضوع ناراحت شد و گفت به گدا اخطار کنند و به او بگویند که بعد از این نباید در کوچه دیده شود. ولی گدا که خود را عاشق دختر می‌دانست نمی‌توانست از آن کوچه دل بکند. گاهی از آن کوچه می‌گذشت و به ندرت هم نامه‌ای می‌نوشت. روزی حاکم در خانه به نزدیکانش گفت اگر یک بار دیگر آن گدا را من در این نزدیکی‌ها ببینم چنان بلایی بر سر او می‌آورم که مرغان آسمان به حالش گریه کنند. دختر حاکم وقتی تصمیم پدرش را نسبت به گدا شنید دلش به حال گدا سوخت و به او رحم آورد و کسی را پیش گدا فرستاد و پیغام داد که این چه خیال و آرزویی است که تو داری. این آرزوی تو محال و غیر ممکن است و پدرم هم گفته اگر یک بار دیگر تو را در این کوچه ببیند دمار از روزگارت در می آورد. اگر جانت را دوست داری بعد از این در این کوچه قدم نگذار وگرنه هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. گدا در جواب دختر حاکم گفته بود من عاشق دختر حاکم هستم. اگر بنا باشد جانم را، سرم را، زندگیم را، هستیم را، همه چیزم را فدای عشقم می کنم. این پیام به دختر رسید و گفت چاره این کار در دست خود من است. به او بگویید بیاید تا به او حالی کنم که دیگر از این غلط ها نکند. زمانی که گدا پیش دختر حاکم آمد دختر از او پرسید حرف حساب تو چیست که ما را به دردسر انداختی و خودت را به عذاب؟
گدا در جواب گفت من عاشقم و در راه عشق سر و جانم را فدای عشقم می کنم. تو که آن روز به من لبخند زدی چرا این حرف را می زنی؟ من عاشقم و از عشقم هم نمی ترسم و جانم را در راه عشق قربانی می کنم. دختر حاکم گفت تو که معنی عشق را نمی فهمی. فداکاری در راه عشق سرباختن و جان دادن و دیوانگی کردن نیست. عشق برای مردن نیست. عشق برای بدنامی نیست. عشق برای زنده شدن است. تو عاشق نیستی. اگر عاشق بودی تا حالا خودت را لایق عشق ساخته بودی. تو بویی از عشق نبردی. تو گدای دورگرد کوچه ها هستی. فداکاری این بود که دست از گدایی بر می داشتی و چنان آدم شایسته‌ای می شدی که من هم می توانستم به عشق و محبت تو پشتگرم باشم و افتخار کنم. تو اگر ذره عقل و درک داشتی باید می دانستی که من و تو با هم هیچ تناسبی نداریم. گدا گفت اگر به من محبت نداشتی چرا آن روز به من لبخند زدی و مرا به دیوانگی کشاندی؟ دختر گفت هیچ آدم عاقلی با یک لبخند دیوانه و عاشق نمی شود. آن لبخند من به مثال آتش بود. تو اگر آدم لایقی بودی به وسیله آن آتش پخته می شدی و به فکر آبروی خود می افتادی و اعتبار پیدا می کردی. اما تو خودت را با آتش می سوزانی. تو در اشتباه هستی و انتظار تو غیر عاقلانه است. گدا گفت چرا آن روز به روی من خنده کردی؟ دختر گفت هر کس باید جایگاه خودش را بشناسد. تو پای خودت را از گلیم خود بیرون کردی. من در آن روز به سادگی و بیعقلی تو خندیدم. آن روز که من می خندیدم آن خنده نبود بلکه آن یک ریشخند و مسخره کردن بود. من نمی خواستم زن گدا باشم. تو خودت را فریب دادی و به آرزوی خام و غیر ممکن نام عشق نهادی. عشق برای آباد کردن است. عشق برای ساختن است. این چه عشقی است که آبروی مرا به خطر انداخته و مرا رنج و عذاب می دهد، در صورتی که تو را به تباهی و نابودی می کشاند. سخنان پندآموز دختر بر روی گدا اثر گذاشت و او قدری به خود آمده و موقعیت خود و دختر حاکم را شناخت. در حالی که شرمنده شده بود سرش را به زیر انداخت و سخن دختر را تایید نمود و گفت راست گفتی. حرف تو درست بود. این من بودم که خودم را فریب دادم و این که من گفتم عشق نبود، دیوانگی بوده که کردم. و حالا از شنیدن سخنان تو هوشیار شدم و به خودم آمدم. مرد گدا سر عقل آمد ولی دیگر دیر شده بود. از آن روز به بعد دیگر کسی گدای عاشق را در آن محله و کوچه ندید. امیدوارم که از دیدن و شنیدن این داستان لذت کافی رو برده باشید. عزیزان لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. حمایت شما مایه دلگرمی ماست.